آیکیا میگه، ایکیا میگه، هر جای هر رقم است در فروشگاه ایکیا میریم، یگان چیزا ضرورت داریم بخریم و تا جایی هم طفلای خود ما اینا آدمای سنکده بودن. طفلای خودم هم دوان که میکنن. دارم هم شمیلا جان، هم ابوذر جان است. خطرگاه خانه ماندیم. چی میخری؟ از جت جلوس. جت گیلاس. چه رقمی گلاس؟ گیلاس چی؟ شیشه. شیشه؟ کل شیشه ای از دیگه چه رقم باشه؟ سیت ظرفی که میخواستیم خلاص شده بودم بستیش. نه و دیگه شه بگی. اون دیگه اولشه. اینه میره. بیا. اینجا ساچ اینا پرداخت کنه بعد میریم. خریدی؟ خوشحال هستیم که با یکی از دوستای ما هموطنای ما در شهر مصر روبرو شدیم. خوشبختانه در فروشگاه آیکیا اینا اینجا کارمند هستند. کسایی که زندگی حقیقیشان شیار میکنن، کسایی که در جامعه مفید هستن یا که فعالیت مفید همراهتان شریک میسازن، لطفا اونا رو همیشه تحقیق بکنید، حمایتشان بکنید. شروعست؟ به نام خداوند مهربان، سلام و عرض ادب خدمت تمامی بیننده های عزیز ما. امید است که در هر کجایی که هستید جور و صحتمند و سر حال باشید. خوشحال هستم من شاداب رسولی با شمیلا جان در یکی از ولاگ‌ها برنامه دیگر در خدمت شما قرار داریم و امروز خواستیم یکی از شهرهای دیگر فرانسه را دیدن نماییم و همچنان همراه فامیل بریم. خواستیم که اوقات خود با اونجا سپری کنیم و شمیلا جان هم در کنارم هستند. ما هم سلامای خدا تقدیم شما عزیزا میکنم. خدا کنه خوب و آرام و خوشحال باشین هر جایی که هستین و شما را خوش آمدید میگم به یک برنامه دیگه ما که امروز قسمی که شاداب جان گفتن میریم در یک شهر دیگه همراه فامیل مادر جانمشان دیگه. یگان چیزا ضرورت داریم در خانه مادر جان ما در ایکیا میگیم. ایکیا میگه چی میگه فروشگاه آیکیا میگه ایکیا میگه، هر جای هر رقم است در فروشگاه ایکیا میریم، یگان چیزا ضرورت داریم بخریم و شما را هم همراه خود میبریم. دوستای عزیز تا آخر ما را تنها نمانین، بیننده ما باشین دیگه. تشکر از اینکه همیشه حمایت میکنین. اگه ولاگ ما خوشتون میاد همراه دوستای خود شریک بسازین و لایک، کامنت، سابسکرایب یادتان نره دوستای عزیز. نگفتن ما در کلمه نام فروشگاهی که ایکیا است یا آیکیا میگن در زبان اسپانیایی بعض حروفا صدای متفاوت میده. ما در اسپانیا ایکیا میگیم و در انگلیسی آیکیا میشه نه؟ هم تو یک چیز آیکیا میشه. خب بیشتر وقت نمیگیریم، شما بیننده ما باشید دیگه. ما بخیر سفر خود به یکی از شهرهای دیگه فرانسه آغاز کردیم. و تا جایی هم طفلای خود ما اینا آدمای سنکده بودن. طفلای خودم هم دوان که میکنه زیر بوم یک چیز نرم نداره، یک صدا دب 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 میده و طبعا برای یکان وقت مزاحمت ایجاد میشه تا حده. پس آن بچه هم خوب شد شما که برای شمیلا یک آیدیا دادیم که روزانه
ابوذر اومدی بخیر؟ Daddy, we're gonna love it. بابت موتر میوه چی می؟ سلام مجدد. خب دوستان عزیز، ما هم رسیدیم در پولوی امی مرکز فروشات آیکیا. یگام لوازم خوراک ضرورت است و در خریداری میکنیم و در کنار ما هم شمیلا جان، همچنان ابوذر جان است. حتی جان خانم ماندیم دیگه. داخل میریم ببینیم چی چیزایی است. دیگه ما اومدیم مالکه بریم که قیمتای از اینجا رو ببینیم. نشان جان در طرفای ما خود کم ارزانی است. بریم که اینجا قیمت ها چه رقم است. از نظر ما قیمت معلوم میشه چون مالیه اینا زیادتر پرداخت میکنه از ما. مالیه اونقدر زیاد نیست. اسپانیا خوب است، کم ارزانی است. دیگه اینا بالا میریم. دوستان شما خط ما باشید که این ببینیم قیمت های نرخ نوا اینجا چه رقم است. قسمی که شما خبر دارین نرخ‌ها در هر کشور متفاوت باشه نظر به مالیه که پرداخت میکنن و همچنان هر کشور خود یک حد تعیین شده مالیه خود می داشته باشه با دکاندارا و با فروشگاه‌ها. فکر میکنم قیمت‌ها نسبت به اسپانیا شاید بالاتر باشه، اما وقتی که آدم اینجا زندگی میکنه ناگزیر است که باید خرید کنه. شما هم تا آخر بیننده ما باشید و ببینیم چه چیزهایی را اینجا ما پیدا کنه میتونیم. خب دوستان عزیز، ما هم داخل فروشگاه آیکیا هستیم و یگام لوازم ضرورت که بر خانه است از اینجا خریداری میکنیم. برای شما گم نمانه که ما چطور از اینجا خریداری میکنیم. فامیلای ما که در کشور فرانسه زندگی میکنه لوازم ضرورت است برای درست است که در اسپانیا یگام چطور شاید نسبت به اینجا ارزانتر باشه، چون هم دلیلشون هم پرداخت مالیش میباشه. هر کشور خود یک حد مالی خود می داشته باشه. دیگه خوب است که هم یک تفریح میشه که دیدن بکنیم چی چیزای نوی را ما دیده میتونیم به نظر ما میخوره و شما هم ببینید و خواستیم که بلاگ خودمونی است دیگه. بله و همچنان چیزی که ضرورت بود ما خواستیم که بلاگ بگیریم همراه فامیل. دیگه یک خاطره میمونه. مهمتر از مهمش همی است که یک خاطره میمونه که فامیل هر وقت خوشه که ما سپری میکنیم میخوایم که یک امی خودم هم در زندگی ما منظور از یوتیوب ما در پالی از اینکه یک سرگرمی است بر ما، یک وظیفه است، یعنی یک مصروفیت است. خاطرات میمونه بر ما. خوب است از هر لحظه زندگی خود، از هر روز زندگی خود یک کتابچه خاطرات آنلاین داریم که زندگی کسایی که مسلمان هستن که رقم زندگی میکنن در اروپا هم برای مردم ما یگان چیزا که میگیم به شکل معلوماتی باشه که یگان نفرها را کمک بتانیم و همچنان نشان دادن یک زندگی نرمال یک فامیلی که افغان است در اروپا چه رقم زندگی داره. همینا رو میخوایم شریک کرده بریم برای خودمون خاطره است. برای دوستای عزیزم گنگ نمیمونه که ما چه رقم یک زندگی داریم. های بریم شاداب جان اینا رافی نشه میکنیم. بله ابوذر جان بریم. چیکار رافی؟
این دیگه شاداب جان بسیار خوب برای هر چیز است. خب برای قورمه میگی، برنج میگی، سرپوش داره؟ کوفته، سرپوش هم همین اینجا نشته است. برای هر چیز در داش هم میشه، در آتش هم میشه، در هر چیزی که استفاده میکنیم اینجا در سرش معلوماتش هست. یک دانه از هم گرفتیم برای مادرم ضرورت بود. قیمتش؟ قیمتش 12.99 هم شاید باشه یا نه، این قسمت از 29.33 یعنی 30 یورو. 30 یورو است. 30 یورو. اینا خوب شست نه؟ بسیار خوب شد. Askriina Dostoyevsky. Seko into Churmikina. چند دانه است دایی؟ And one, two, three, four, five, six. 6 هست؟ Six. خب این چی رقم میشه؟ داخلش آسکریم جور میکنی؟ Ne, avales ausher miponi, i bod diachul miponi, i bod askrin jur misha. با براتر هم میتی یا تنها خودت میخوری؟ Kolej. کلش؟ خب بریم خیلی چیز دیگه هم سعی کنیم. بریم. Okay. آدرسش بگی. آدرسش بگی برا. اینجا بیا. زمین گرفتی؟ خب آفرین برای بفهمون نه؟ آیسته آیسته برو. چی میخری؟ از جت جلوس. یک کیلوس. چه رقمی گلاس؟ گلاس چی؟ شیشه. شیشه؟ کل شیشه ای دیگه چه رقم باشه؟ گلاس شیشه ای میخوایم. خورترک البته خورد باشه کلان. بس چی که چه رقمی گلاس میخوای نشان بده برای دادی چه رقمی میخوای. مگم خودت نگی بچه اساست میگم تا باز می بگیر. ما ترفورو. این از این بگیرم؟ نه. بعد این نگیرم؟ از کدام؟ نه او رقم گلاس نگه گلاس خورترک بگه چه رقمی؟ نه خودت بگوشه. اینا ازا کویریس. کال؟ ازا کویری ولوس. دونو ما در خانه ما داریم از اینی هم داریم در خانه ما. نه ازا جیلوس هم میگو. ازا جیلوسش نداریم. خوبشه. اسماس تایورو جوزه میده. تیوره جوزه میته؟ سی خوبه. از این مخدری میازی. سی سریده. خب چیزای خوبی خریدی؟ صبر کو یک جای میریم. مامی. چیش بریم هست؟ چی کردین شما؟ رفتیم اینم چیزا رو خریدیم. ما هم که تابوزه رفتیم اینم چیزا رو محکم گرفته. این چند است؟ قیمتش چند بود؟ نه سپرایز. برای کنه ایمیتو. تو چی خریدی؟ ای برای. ما این چی کردیم؟ 3000 که میخواستیم خلاص شده بودم بستیش. باز از برای اینی برای من. از یک چی دیگه سیت که جور کرده گرفتیم. برای من. ظرف دیگه خوش کرده سیت جور کرده گرفتیم و باز
چیزای ضروری هم که بود اونو را گرفتیم مایده خلاص کردن هستیم باز بخیر نشان میتیم خودتان. بله. خب شامل جان این خریداری قضیات به خاطر چیست؟ آقا شاداب جان قسمی که میفهمی ما که آمدیم اینجا مادرشون کوچکشی داشتن نه در خانه نو که آدم بره زیاد چیزا ضرورت می داشته باشه از او خاطر چیزای کولیشون در خانه دیگه انداخته آمدن حالا میخوایم که کل چیزاشون نو باشه از همین چی میگه گیلاس گرفته و دیگه کاسه و سیت درد و چیزا کلش که چون یکم کل چیز جمع از در یک جای است همینجا را انتخاب کردیم آمدیم دیگه قسمی که میبینید اینی رقم تقریبا خلاص شد سودای ما دیگه همین ضرورت یک زندگی هر چیزی که میباشه اونم را گرفته رفتیم دیگه اینا کم مونده بخیر بعد از هم این چیزا را پرداخت شکرده دیگه باز انشالله بخیر برای خانه میریم شما دوست عزیز همراه برنامه ما خسته نباشید و دوستای عزیز یک پیام خدا در اینجا براتون بگویم کسایی که زندگی حقیقیشان شیر میکنن کسایی که در جامعه مفید هستن یک فعالیت مفید همراهتان شریک میسازن لطفا اونها را همیشه تعقیب بکنین حمایهشان بکنین تا باشه که یک روز یعنی به فایده تان میباشه یک مشکلتان که یک نفر در زندگیش رخ داده یعنی یک معلومات مهمی که همراهتان شریک ساخته به فایده تان میباشه یاد بگیرین یک چیز دیگه چیزی گفتنی ندارم دوستای عزیز صرف به موقع میخواستم بگم که نفرای مفید جامعه ما را حمایه بکنیم لطفا یک بالا برو میگه لوکس هست میگه خوبش هست من چون چی وقت بردیش نه پی طرف همون از بالا خریده چی میگی خواه من کسا بریم اینا را پرداختش بکنیم باز میاییم هم در بالا عوض هم میگیریم هم میگیریم ما بچیم بریم خب بریم اینا را هم میخریم کجا میریم؟ بلو چی میگیریم بالا؟ یک او میگیریم به خاطر چی او میگیریم؟ من گشنستم گشنه نه تشنه دشنه حال بالا بریم؟ مرا دوست نداری؟ دوست دارم یک موج نکردی؟ بره من نده احتیاط کرده بریم خب؟ بره نه پولو لوکس داری اکیشی؟ پولو لوکس اکیشی؟ بالا لوکس هست؟ اونجا پیری داشتم راستی؟ سی؟ بیا ای طرف مرد سمته لوکس است خب بیا اینجا بیا ماشین اینجا کجا اون دیگه شب بگی دیگه شب بگردم اونجا نه اون دیگه شب بگی اون دیگه اولشه اینه میره بیا اینجا ساچ اینو پرداخت کنه باز میریم ما هم آمدیم ابوذر جان توش داشته بود ناگزیر شدیم از همینجا یک بوتل آب بگیریم و بعد از اینکه هوا گرفتیم سودای رو کردیم پرداختش بکنیم بوتل خوردی ابوذر؟ Vámonos.
این عاشق گل هستی بچی. که این چه رقم است؟ اینیا اینی اونجا منطقه بیشتر شده. اینیا اینی سفیده که این برو با این خوردت بر خودت برابر است بچه من شبنم پالا ریگالو بود اونو خوب سسان آنه بیبید بر پیدا کرد برو بگی برو رنگش هم خوب شد گرفتی نشان بده چی گرفتی؟ این چی هست؟ ها؟ این کتماریه بسیار مهم است عجب لیمونتر باشی نه اون خودش استایلش همونطور است دوستای عزیز خوشحال هستیم که با یکی از دوستای ما محترم ما در شهر مصر روبرو شدیم خوشبختانه دمی فروشگاه آیکیا اینا اینجا کارمند هستن دیگه افتخار ما خوشحال میشیم که در هر جای هموطنای خودم میبینیم دیگه بسیار زیاد خوش شدیم از اینکه دیدیم ایتان دیگه چه دیگه امر خدمت دما باشه تشکر سلامت کنم ما خود خوشحال شدیم ما هم چنان ما در میدان هم که آمدم دو دانه دوستای ما پشتو صحبت میکرد باز ما هم رفتیم گفتیم سنگه وروره یک وقت سرم سعی کرد برسانی که چطور است من تو خوب هستم بیچاره بسیار انسانیتگری کردن خدمت چی کار باش مردم نه تشکر از اینکه در جای کار میکنین افتخار ما هستیم هموطن ما هستیم خوش میشیم که در یک جای وطندار خودم نه ولی هر وقت که چیز از افغانا میای ما خیلی کمک میکنیم خوشحال میشیم بخیر باشین ما هم خوش شدیم از اینکه شما را دیدیم دیگه اینم یک تصویر خاطره یک یادگاری میمونه برای ما خوش تشکر سلامت ابوذر جان اینا از افغانستان هستن بچه بسیار زیاد تشکر سلامت باشید سلامتتون میخوایم از ما اوج موتر استاد که منتظر فامیل هستیم کنام از داخل بیاین سلامتیتون میخوایم خانه میجاست اتاقت هم میجاست بله خیلی نزدیک هستیم دور نیست 7 کیلومتر دیگه دوستا و وطندارام هستن برای پیش کسی اول خب ما ورا خیلی وقت پاریس تر کردیم خب از اینجا مردم ها زیاد نمیشناسن خب یک 3 4 تا هست که اینجا بله اونو از کدام ولایت هستن از او از یک دیگه اندیوال ما از اینجا کار میکنه پیشون از جلال آباد از جلال آباد ها از پاریس خوب است یا اینجا از اینجا خوب اینجا خوب است اونقدر بیر بار نیست نه مردم هم خوب است خیلی مهاجر از هر کشورها گد و گدی زیاد داره البته خیلی زیاد است از اینجا خیلی چیز برو چی میگه آرام است در قسمت زبان چقدر یاد گرفتی زبان اینجا را بس خوب است خوب است مشکل حل میکنی بله بسیار خوب بسیار خوب من خودم در اسپانیا هستم دیگه اگه هم تفریح رخصتی که شواز این طرف ما زیاد نمیشه یک 3 سال میشه این طرف آمدیم نه خوب جای است از این مسکی است خیلی خوب جای است راحت است یک خود نزدیک چیز مثل استراسبورگ مثل لوکزامبورگ که این طرف هم سوئیس هستن کشورش نزدیک هستن یک چند تا دکانای افغانای ما را دیدم دمی قسمت بله از او چی بوغنی میگه از اون آفرین در بوغنی رفته بودم دکانا بودم بسیار خیلی خوب دکان هست از اون خیلی خوب دکان هست همین محصولات افغانی را اونجا دیدم شاخگه و بعد جنسینگ انرژی و یگام خوردنی های تو از اونجا پاریس واری خوب است که باشه در کنج دنیا هم خوش میشیم سلامتیتون میخوایم از کار نمیمونیم خوش شدیم جانجوری تا میخوایم سلامتیتون میخوایم بخیر باشیم خدا نگهدارتون داشته باشم بله دوستای عزیز بالاخره از فروشگاه که خلاص شدیم تمام سودا چیزای خود خریدیم ضرورت ما تمام اسبابی که ضرورت ما بود خریدیم قسمی که در ویدیو ها دیدین
دیگه حالا میریم طرف سوپرمارکت سودای آشپزخانه و دیگه چیزا رو ضرورت داریم به خاطر طفلا و در خود خانه هم زیاد چیزا به کار است اونا رو بخریم. دیگه شما ما رو بیننده باشین دوستای عزیز. بعد از این کجا میریم تا آخر ما رو همراهی کنیم. تشکر. بریم پشت مادرم بریم سرگردان نشه. زود اون طرف. مزر بیا یه سایت بینه. خوش نی. اینه خوش نداری؟ چرا خوش داری؟ نه میخورم. بریم عمو تو بریم عمو تو اینجا وای تو در زمین نزن. امروز هر جا وعده کردیم که تو در خانه باش و ما برات یگام چیز تحفه میاریم و حال باید یگام چیز بگیریم. ماشم تحفه چی بگیریم؟ گوتی یک چیز خوب مناسب پیدا نکردم بازم کوشش میکنم. بله دوستای عزیز بالاخره سودا چیزای ما خلاص شد و عجله داشتیم که زود خانه بریم چون طفلام گوش نشده بودن مانده شده بودن. در خانه هم طفل خورد بود که باید بر ازوام رسیدگی میشد. دیگه ای بود برنامه امروزی ما دوستای عزیز. خدا کنه خوشتان آمده باشه. اگه خوشتان آمده امروز دوستای خود شریک بزازین لایک کامنت سابسکرایب یادتان نره. تشکر.